من نمکی هیچ کسو نخوردم. اگه نمیخوای بدونی بدون. خونه شاهزادم رفتم والا 2 تا تخم مرغ ایشون برداشت نیمرو کرد، خود ما وایسادیم نگاه کردیم. اینم برای اینکه اطلاع داشته باشید. همون شب اول قبر که خونه شاهزادم رفتم والا 2 تا تخم مرغ ایشون برداشت نیمرو کرد، خود ما وایسادیم نگاه کردیم. اینم برای اینکه اطلاع داشته باشید. عمرم دیگه طاقت نداره. اغلانی خونه خراب کرد. کجا میری؟ اینوری میریم. اینوری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم که ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. از کجا اومدی؟ از اینور اومدیم. برای چی داری میری؟ حالا خب اینور نمیشه بره، همه دارن میرن اینور. همه کجا ما میرن؟ نمیدونم، من از کسی نپرسیدم، بچه‌ها دیدم همه اینور میرن، من گفتم اینجا بریم ببینیم چی میشه. چند دومین بار داری میری؟ یه بار بیشتر نرفتم که همینجوری الان دارم میرم. آخه آدم چی نمیدونی چند بار بره، یه بار میره دیگه، باش یه بار برمیگرده. خوبه اینجا، خدا خیرشون بده. مثلا حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقالدان زدن دادن، خیلی قشنگ.